در این پست میخوام در مورد سفیجاتی که برای سرماخوردگی معمولا استفاده میشه و یکی از اونها شلغمه صحبت کنیم. با من همراه باشید. سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در این پست میخوایم در مورد سیفیجات به نام شلغم صحبت کنیم. شلغم میوه با برگ‌های ناصاف به رنگ سبز و سفید. ریشه اون قده‌ای به صورت گرد یا دراز و رنگ اون سفید با لکه‌های بنفشه. میوه شلغم مانند یک غلاف باریک و درازه که درون اون چند تا دونه سیاه وجود داره. شلغم توی هوای سرد خیلی خوب رشد میکنه و شاید دلیل این که برای بیماری‌های فصل سرما مثل بیماری‌های تنفسی به کار میره همین باشه. اما شلغم خوب باید سفت و توپر باشه. در غیر این صورت کهنه است و نفع اون زیاده. پوست شلغم باید براق، شفاف و صاف باشه. شلغم باید سنگین و درون اون روشن و شفاف باشه. شلغم های کوچیک شیرین‌تره و شلغم های بزرگ معمولا مواد معدنی بیشتری داره. متخصصان طب سنتی توصیه میکنن که از اونجایی که شلغم نفاق و دیر هضمه بهتره که اونو با مصلح آویشن یا زیره مصرف کنید. مصرف شلغم نقش مهمی در پیشگیری و درمان سرماخوردگی داره. مزاج شلغم گرم و معتدله و ضمن خاصیت صاف کنندگی سینه داروی مؤثری برای درمان به مبتلایان به سرفه است. شلغم یک ماده غذایی مغذی، تقویت کننده چشم و برای مبتلایان به سنگ کلیه نیز بسیار مفیده. خواص شلغم انقدر زیاده که میشه گفت این گیاه برای هر دردی درمانه و اگر مردم میدونستن که این گیاه چقدر فاید داره تمام باغچه‌های خودشون رو شلغم میکاشتن و هر روز از اون استفاده میکردن. شلغم مقوی اشتهاآور ضعف جنسی رو برطرف میکنه و سرفه رو به خوبی برطرف میکنه. ترشی شلغم بهترین نوع ترشیه چون مقوی معده و روده و اشتهاآوره. آب شلغم هم برای کنترل قند خون مناسبه. تخم شلغم رو میشه سرخ کرد و مصرف کرد، برای ضعف جنسی موثره. اگر گلو درد دارید آب پخته شلغم رو غرغره کنید. خوردن آب شلغم برای درمان جوش صورت هم مناسبه. افرادی که حافظه ضعیفی دارن هم میتونن از شلغم استفاده کنن چون ثابت شده که شلغم حافظه رو تقویت میکنه و شبکوری رو هم درمان میکنه. شلغم به دلیل داشتن ویتامین B1 علاج کمخونیه و همچنین برای رشد و نمو استخوان‌ها مناسبه. شلغم برای خانم‌های باردار و شیرده هم مناسبه و خانم‌های باردار که شلغم خورده باشن در زمان بارداری بچه‌هاشون زودتر رشد میکنه و زودتر حرف میزنه و به گفته‌ای زودتر راه میفته و برای امراض هم مقاومت بیشتری داره. کسانی که غده تیروئید کمکاری دارن میتونن از شلغم استفاده کنن چون شلغم به علت داشتن یود فراوان ترشحات غده تیروئید رو تنظیم میکنه. شلغم مهمترین گیاه ضد سرطان و تحقیقات نشون داده که سرطان رو هم حتی متوقف میکنه. درمان بسیاری از بیماری‌های پوستی با شلغم اتفاق میفته. شلغم بهترین دارو برای برونشیته. همچنین رحم رو برای تقویت سالم نوزاد تقویت میکنه. شلغم باعث آرامش بخشی میشه و ترمیم کننده سریع زخم هاست. به علت داشتن فیبر پاک کننده قوی روده هاست و خواص تسکین دهنده اون باعث میشه که داروی طبیعی خواب آور باشه. مصرف شلغم افراد در برابر بیماری‌های پوستی ایمن میکنه و در بهبود جوش‌های صورت موثره. افرادی که دچار جوش و اگزما میشن اگر هر روز شلغم خام مصرف کنن نیاز بدن اونها به گوگرد و روی برطرف میشه و جوش صورت اونها تسکین پیدا میکنه. و بالاخره سعی کنید در فصل زمستان برای پیشگیری از سرماخوردگی و بیماری‌های تنفسی چند بار در هفته شلغم رو مصرف کنید. شلغم یکی از بهترین صبحانه‌ها در فصل‌های سرده که مواد سمی رو هم از بدن دفع میکنه. همونطور که اشاره شد آب شلغم خام خواص بیشتری از شلغم پخته داره به شرطی که معده شما رو اذیت نکنه. بر اساس نظر ابن سینا شلغم دو نوع کاشتنی و بیابانی داره. شلغم کاشتنی از نوع بیابانیش مواد معدنی کمتری داره. هر دوشون طبع مرطوب و گرم دارن.
شلغم پخته شده هم سینه و گلو رو نرم میکنه. شلغم در معده ماندگاره، یعنی خاصیت سیر کنندگی داره در واقع، و شلغم خام و پخته به نفع چشمه. آب شلغم ادرارآوره و قوای جنسی رو زیاد میکنه و تخم اون نیز همین خاصیت رو داره. اگر در این مورد تجربه‌ای دارید با ما در قسمت کامنت ها به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه با من همراه بودید. با لایک و سابسکرایب بهم انرژی بدید و در پست های دیگه‌ای که در مورد اصول تغذیه‌ای و تست های سلامتی بدن صحبت کردیم با ما همراه باشید. سالم و پر انرژی باشید.